امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی را که برای اشتراک در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به دوشنبه تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات مسئله های رشد مناسبت های دو کشور بررسی شد. جانبها با گسترش رابطه ها در بخش های اقتصاد، صنعت، انرژتیک، کشاورزی، راهسازی و حمل و نقل توجه خاص ظاهر نمودند. ضمناً تأسیس کارخانه های مشترک از جمله در ساحه های معدن، داروسازی، نساجی، کارکرد پخته، پشم و پوست موافق مقصد دانسته شد. وابسته به وضع خاورمیانه گفته شد که مشکلات با وجود آمده تنها توسط راه‌های دیپلماتی و مذاکرات میتوانند حل و فصل گردند. از این لحاظ بار دیگر موقع استوار تاجیکستان به جانبداری از ادامه تلاش‌های سیاسی و مکالمه سازنده در راه حل آسایشته این و دیگر نزاع‌ها تاکید گردید.